امسال روز دانش را در لحظه‌های پیشواز می‌گیریم که خلق کشور با پیشواز سزاوار جشن بزرگ ملی و تاریخی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان جهد و تلاش دارند. باید گفت که در شهر تورسونزاده 125 مؤسسه تعلیمی فعالیت دارد. در مجموع امسال زیاده از 60,000 نفر خوانندگان با تحصیل فرا گرفته شدند. همه مؤسسات تعلیمی شهر روز دانش را با یک شکوه و شهامت خاصه پیشواز گرفتند. نتیجه غمخوری حکومت جمهوری تاجیکستان میباشد که سال از سال مبلغ‌گذاری ساحه معارف افزوده، ساختمان مکتب و سیمخانه‌های ایلوگی صورت گرفته، زمینه مادی و تکنیکی تعلیمگاه‌ها تحکیم می‌یابد. در دوام 30 سال استقلالیت دولتی کشورمان از تمام سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری در شهر تورسونزاده مکتب‌های تحصیلات عمومی و سیمخانه‌های ایلوگی ساخته به استفاده داده شدند. واقعا در دوران استقلالیت ساحه معارف کشور رو به انکشاف نهاد. در این دوره سلسله مکتب‌های نو و تیپ زمانوی در تمام شهر و نواحی کشور قامت افراختند که هدف اساسی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان از بنیاد آنها بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت نسل نو است، فراهم آوردن شرایط سازگار و مساعد برای خوانندگان بالیاقت و بین وسیله کشف نمودن استعدادهای نو میان نورسان و جوانان میباشد. با درک مسئولیت بلند کارمندان ساحه معارف و خوانندگان مؤسسات تعلیمی را میباید در پرشکوه و سزاوار پیشواز گرفتن این جشن‌ها با نتیجه‌های خوب تعلیم و تربیت سهم ارزنده گیرند و دانش خوب و اعلی را همچون تحفه ارزنده پیشنهاد نمایند.